اوه بریم با هم دیگه این کندی رو تست کنیم. اولیش دابل بابل گامبال که از طعم پشمک درست شده. به نظر من خیلی بافتش سفت بود ولی آدامس خیلی شیرینیه و خوشمزه است. اینم که محبوب هممونه، پاستیل نوشابه‌ای، بهش میگن جاینت کولا باتل. اوه خیلی بزرگه. قبول دارین که پاستیل نوشابه‌ای بهترین پاستیل دنیاست؟ اون یکی هم یه خیارشور خیلی تنده. باید خیلی تون باشه. وای رنگشو. اوه هم ترشه هم تنده. من که تند دوست دارم، شما رو نمیدونم. خیلی خوب بود. اینا میگن مینی اکس که تخم مرغای کوچولوی شکلاتیه. مزه اسمارتیز میده ولی از اسمارتیز خیلی خوشمزه تره چون شکلات توش خیلی بیشتره. و آخریش هم که اسمش هست تاتسی بیس. فکر کنم خیلی ترش باشه اینا. اصلا نمیدونم. آب نباته ترشه. خیلی خوبه. آبیش ترشتره. تمام.